به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار با یکایک شما باد در هر کجایی که هستید و در هر وقت و زمانی که ما رو میبینید. هموطنان گرامی، امروز موضوع صحبت ما این است که چرا ما برخی از نمایندگان اپوزیسیای تاجیک در نشست اپوزیسیای روسیه یا مخالفین پوتین شرکت کردیم و در این موضوع صحبت خواهیم کرد و بعدا اگر سوال‌هایی باشد در خدمت هستیم، حتما جواب خواهیم گفت. و این موضوع دوستان گرامی خیلی از نگاه ما مهم است، زیرا وقت‌های اخیر بخصوص بعد از آن که ما این دعوت رو پذیرفتیم در اون شرکت کردیم، خیلی سوال‌های زیادی به ما رسید، نه تنها از روزنامه‌نگاران، کارشناسان، از کسانی که موضوع را تحلیل میکنند، بلکه از خود طرفداران پیمان ملی تاجیکستان، اعضای حزب نهضت و اعضایان دیگر احزاب و گروه‌هایی که شامل پیمان هستند و حتی از جانب بعضی از شناس‌های ما در روسیه هم که خب تاجیک‌ها هستند، در اونجا زندگی میکنند، یا روس‌هایی که هستند ما رو میشناسند. و سوال این بود که چی باعث شد، چرا شما یعنی ما اپوزیسیای تاجیک در این نشست اپوزیسیای پوتین شرکت کردیم، در آنجا سخنرانی داشتیم و آیا این به نفع تاجیکستان، به نفع اپوزیسیای تاجیک هست یا نیست و چه عامل‌ها بود که باعث این تصمیم اپوزیسیای تاجیک شد. و انشالله امروز کوشش میکنیم طول یک ساعت یا کمتر از آن در این موضوع صحبت خواهیم کرد. البته این موضوع هست که به تنها خودش به اپوزیسیای روسیه و ما ربط ندارد، در اینجا جنگ اوکراین هم هست و تأثیر آن به تاجیکستان هم هست. خلاصه اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد و شروع کنیم حالا از خود دعوت به این نشست. ما تقریبا یک ماه پیش به این دعوت، به این سیست یا نشست دعوت شده بودیم و همونطوری که شما میدونید این در شهر یابلونای پولشا از 4 تا 7 اکتبر، معذرت میخوام نوامبر، این یعنی تقریبا 3 روز پیش تمام شد. این سیزد دپوتات‌های خلقی روسیه در خارج برگزار شد و یک ماه پیش با ما برگزار کنندگان این نشست تماس گرفتند، دعوت کردند و گفتند که آنها آماده هستند که از هیئت پیمان ملی تاجیکستان را و در مجموع اپوزیسیای تاجیک را در این نشست مهمانداری کنند، دعوت میکنند و در قطار دیگر هیئت‌ها و وکیلان این انجمن. ما بعد از اون که این دعوت را گرفتیم، خب طبق قاعده و طبق فرهنگ سیاسی این موضوع در دایره‌های گوناگون کارشناسی و قبل از همه البته داخلی خود پیمان ملی تاجیکستان مطرح شد و نه تنها در پیمان بلکه ما در نهضت اسلامی تاجیکستان هم این را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و یقینا که دیگر حزب و حرکت‌هایی که شامل پیمان هستند اونها هم در داخلی خود این موضوع را مطرح کردند و این سوال‌ها گذاشته شد که آیا این اولش که دعوت پذیرفته شود یا نه، هیئتی از ما شرکت کند یا نکند، دوم این که اگر شرکت میکنیم چی فایده دارد با ملت ما، با کشور ما، با مبارزه‌مان و با خود پیمان ملی تاجیکستان، یا اگر شرکت نکنیم چی فایده دارد. تمام این پهلوهای موضوع در چندین جلسه بحث و بررسی شد و من حداقل این را میتوانم بگم که در نهضت اسلامی تاجیکستان چند مراتب مورد مشورت و بحث و اینها قرار گرفت و اینچنین در پیمان ملی تاجیکستان و تمام این موضوعها، ملاحظه‌ها، سوال‌ها و حتی نگرانی‌ها هم در اونجا مطرح شد و بالاخره نتیجه این شد که هم در نهضت اسلامی تاجیکستان و هم در پیمان ملی تاجیکستان قرار بر این شد که ما در این نشست اپوزیسیای روسیه در وارشاوا شرکت کنیم و اگر امکان باشه سخنرانی کنیم که در بعداً سخنرانی هم کرده شد. خب دلیل ها چی بودن دوستان گرامی؟ دلیل های برای شرکت یا برای شرکت نکردن. من یک نکته رو اینجا قبل از این موضوع بگویم که ما تاجیکان و نه تنها ما تاجیکان، من احساس میکنم که خیلی از ملت های سابق شوروی و حتی
کشورهای مسلمانی در طول این چندین قرنها، عصرها ما را طرز تربیت کردن، ما را طرز بوایه رساندن و ذهن ما را، فکرهای سیاسی ما را طرز ساختن که اصلا جهان را گویا یک چند دولت یا ملت ابرقدرت اداره میکند، چه به طور آشکار یا پنهانی. و با این ابرقدرت ها، با این شخصیت های بزرگ و قوی سیاسی اصلا روبرو شدن، مخالفت کردن، با آنها بحث کردن، با آنها تلاش کردن، با آنها مبارزه بردن یک خیال خام است، اصلا دیوانگی هست، معنی ندارد. و باید که ملت های میده، حزب های میده، افرادی که نمایندگی از ملت ها، دولت های میده میکنن، همیشه باید که این را در ذهنشان باشند که مثلا با نفر مثل پوتین، با نفر مثل بوش یا ترامپ یا نمیدونم هر کشور دیگر مبارزه بردن معنی ندارد. ما باید اصلا منتظر باشیم، ولی هیچ کس نمیگه منتظر چی و منتظر تا کی. خب مثلا پوتین مرد، در جای پوتین یک کسی دیگه میآید. ترامپ رفت، در جاش بایدن میاد. بایدن رفت، در جاش با یک نفر دیگر میاد. من منظورم از این کشورهای بزرگ. خب این ملت‌های میده چیکار کنن؟ یعنی ما باید این تفکر رو داشته باشیم که همیشه بازی را با قاعده‌هایی کنیم که کشورهای بزرگ برایمان معین میکنند. و این تفکری غلامی، این تفکری ضعیف نالی و به خود باور نکردن، به خود اعتماد نداشتن، طول قرن‌ها است که در ذهن ما جا کرده می شود. ادبیات ما مالامال از این گونه شعر و سرود و قصه ها هست و سری خمر و شمشیر نبریده است، یا یک تینون بلای جان، نیم تینون راحت جان. و مثل این افسانه ها را بافتن با یک اندیشه و تفکرهای خرافاتی، مظلومانه، ضعیف نالانه. و امروز میبینیم که نه، وقتی که یک گروه یا یک حزب یا یک نفر، یک ملت، یک دولت نسبتاً خردتر صدا بلند میکند، حق خودش را طلب کرده نمیشود، به مبارزه آغاز میکند و میگوید منم حق دارم، منم انسان هستم، منم کشور هستم، منم ملت هستم، بلافاصله از اطراف سوال ها با وجود میاد مطرح میشه. شما کی هستید؟ شما مگر با یک ابرقدرت مثل روسیه، مثل پوتین مبارزه برده میتونید؟ یا مثل امریکا، آیا با امریکا میتونید کدام کشور مثل افغانستان مبارزه برد؟ یا نمیدونم با هر یک ابرقدرت دیگر، با چین، با اتحاد شوروی در یک زمان که نصف جهان را رهبری میکرد. و این گونه سوال ها پیدا می شود و من حال چرا این ذهنیت را، این واقعیت را در اینجا با اون اشاره کردم، چون وقتی که این گونه سوال ها با وجود میاد که خب حالا شما در انجمن اپوزیسیون پوتین شرکت کردید، آیا میدونید پوتین کی است؟ آیا میدونید روسیه چی است؟ آیا میدونید که با کی بازی کرده ایستادید؟ خب وقتی که ما سوال میگذاشتیم، خیلی خوب، من میدونم که پوتین کی است، روسیه کی است، چه قدرت دارد و ما تا اون حد از سیاست بیخبر نیستیم. اگر این را نمیدونستیم تا ماه سپتامبر اصلا ما با پوتین کاری نداشتیم. و اصلا شما کجا دیدید که ما حداقل به طور آشکار، شاید با اشاره به یک شکل، از سیاست‌های پوتین، روسیه و عموما همه دیکتاتورها تنقید میکنیم در سراسر جهان. اما اینکه ما بیایم یک نفر رو مثل پوتین یا هر دیکتاتور دیگر رو در منطقه ما که پر هست از منطقه ما از این دیکتاتورها، هر کسی رو در کجا دیده که ما آشکار تنقید کرده باشیم؟ ما همیشه میگیم که ما یک پرابلم داریم، این پرابلم ملی ما، پرابلم دولتی ما تاجیکستان، این دیکتاتور در تاجیکستان است، امام علی رحمان است که با خودش و خانواده‌اش حاکمیت را قبضه کردند، غصب کردند. و وظیفه ما اپوزیسیون تاجیک این مبارزه با همه دیکتاتورهای دنیا نیست، بلکه مبارزه با یک دیکتاتور است. و اگر هر ملت بتواند دیکتاتوری خودش را از قدرت دور کند، تمام جهان خالی از دیکتاتور میشود، ملت ها مثل کشورهای آزاد میتوانند زندگی کنند. و بنابر همین ما هیچ وقت به این موقع نبودیم که ما باید همزمان هم با رحمانوف، هم با پوتین، هم با دیگر دیکتاتورهای منطقه مبارزه بریم. نه، چنین سیاست نداشتیم، مگر اینکه خود این دیکتاتور علیه ما جنگ اعلام کند. همون کاری را که رهبریت روسیه، حکومت روسیه این کار را کرد. حتی وقتی که تمام اعضایان حزب ما را، دیگر مبارزین را از روسیه استرداد میکردن، میدزدیدن، در اونجا نابود میکردن، ما فقط به خاطر آنکه باز بالای مهاجرین تاجیک 2 میلیون مهاجر در روسیه داریم،
فشار نآید و حکومت روسیه به خاطر گپ‌های ما آنها را تحت فشار قرار ندهد، ما خاموش بودیم. اگرچه ما را بسیاری ها برای این موقعمون تنقید میکردند که شما پروروسیستی هستید، شما جرأت روسیه رو تنقید کردن ندارید. ما میگفتیم شاید ما جرأت داریم چون که ما در خارج هستیم، مثلا در اینجا یک کار کرده میتونن فقط کشتن، یا اگر یگان کشور دیگر سفر کنیم دزدیدن چخیلی که میدزدن. اما دیگر در اینجا ما رو چیکار کرده میتونن که ما جرأت داشته باشیم که پوتین رو تنقید کنیم یا نکنیم، رحمان رو تنقید کنیم یا نکنیم. ما در فکر آن بودیم که بعد این تنقید ما آیا حکومت روسیه با مهاجرین تاجیک چیکار میکند؟ اگر من حرف بزنم کار کنم که دردی سر مهاجرین تاجیک شود، باید این رو همچون یک سیاستمدار که دعوای وطن دوستی و ملت دوستی میکنم نزنم. اما چرا الان؟ برای آن که دیگر اولش که روسیه خودش با ما جنگ اعلان کرد، ما رو تروریستی اعلان کرد، نوابسته از اون که ما نامه نوشتیم، مسئله رو شرح دادیم. دوم اینکه دیگر مهاجرین تاجیک، اما 2 میلیون مهاجر تاجیک به گپی ما هم در بلا گرفتارن. یعنی از گپی ما دیگر برای مهاجر تاجیک در همین شب و روز نه گرمی میشود و نه سردی. چرا؟ برای آنکه آنها الکی تحت اون برنامه موبیلیزاسیون رفتن، اونایی که شهروندی دارن، اونایی که ندارن الکی اونها رو فشار آورده ایستادن، هر روز تفتیشات، هر روز سنجش و اکثریت دیگر مجبورن که روسیه رو ترک کنن، فرار کرده ایستادن. پس دیگر با گفتن و نگفتن ما وضع مهاجرین تاجیک نه بهتر می شود نه بدتر، اما ما دیگر باید حرف دلمون رو بگیم، موقعمون رو آشکار کنیم، برای اینکه هیچ دلیلی دیگر برای خاموش بودن نداریم. پیشتر اگر دلیل داشتیم میگفتیم که حالا ما حرف بزنیم بالای حزب نهضت فشار می شود، بالای مهاجرین ما فشار می شود، ده ها دلیل دیگر. امروز دیگر برای خاموش بودن هیچ دلیلی نداریم و نداشتیم و بنابر همین یکی از سبب‌های اساسی که ما را وادار کرد که در این انجمن شرکت کنیم و موقع آشکار ضد سیاست‌های حکومت پوتین بگیریم و به طور آشکار از مبارزه اوکراین برای دفاع از استقلالیت، از وطن، از هویت ملی و دولتی خودشون حمایت کرده باشیم. و آشکار برنامه هم را گفتیم که دیگر ما برنامه داریم در همکاری با همه ملت‌های آزادی دوست، با اوکراین ها، با روسانی که آزادی را میخواهند مبارزه برده ایستادند، آنها هم با قزاق ها، با ترکمن ها، با هر کسی که با افغان ها، با هر کسی که میخواهند در وطنشون آزادی باشد، برابر حقوقی باشد، دیکتاتور از بین ببرد، با آنها در یک صف مبارزه خواهیم کرد. و این دیگر تصمیم یا دلیل اساسی بود که در جلسات داخلی ما گفته میشد. و البته بازم تکرار میکنم که خیلی نظرها گوناگون بودن، گفته شدن. از آن جمله بازم برخی از دوستان به طور همون اتوماتیک همیشه چون یک ترسی باطنی، یک نگرانی باطنی از این ابرقدرت ها در دل، در قلب، در ذهن ما جا گرفته است، همیشه این رو میگن که خب مبادا سراسیمه نشده باشیم که بعد عاقبتش چی میشده باشد. خب من همیشه این سوال را در جواب میگم که عاقبتش چی میتوند از این بدتر باشد؟ کشوری ما را غصب کردن، یک لختک رو در سر قدرت ماندن، این را صبر و تحمل کردیم. خب مبارزه بردیم، تلاش کردیم که اصلاح کنیم که اصلاح میشوند، که اصلاح نشد. مهاجرین ما را بیرون کرده ایستادند، فعالان سیاسی ما را از روسیه بیرون کرده ایستادند، حزب نهضت را تروریستی اعلان کردند، دیگر همه حزب و حرکت ها را ممنوع اعلان کردن، همه را میسپارند. خب از این بدتر دیگر چی را میتوان توقع داشت؟ یعنی حالا بالفرض بگیریم که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان این موقع را نمیگرفت، یعنی ما بازم خاموش میایستادیم، میگفتیم خب پوتین آدم خوب، بگذار کاری نکنیم که پوتین ناراحت شود، ما پشتیبانی از اوکراین نمیکنیم. بعد چی؟ یعنی چی تغییر میکرد؟ حالا در این طرف یک امید هست که ما حداقل نزد وجدان ایمان خودمان یعنی دیگر این رو میتونیم بگیم که ما کار ایمانی، وجدانی و انسانی خود را انجام دادیم. از طرف دیگر احتمال 50-50 هست که اگر که روسیه شکست بخورد و نشانهای شکست خوردن روسیه در این جنگ هست، الکی همین دیروز خرسون رو هم از دست دادن، ترک کرده رفتن. معذرت میخوام. و الکی خرسون رو از دست دادن، الکی
نیروهای خارکوف رو پیشتر از دست دادن و دیگر مشخص است که جامعه جهانی آزاد، اروپا، امریکا و تمام ملت‌های آزاد اجازه نخواهند داد که اوکراین از طرف روسیه غصب شود، یعنی شکست بخورد. این علاقه خودش پیروزی است. پوتین گفته بود که من در 3 روز کیف رو میگیرم. حالا قریب 1 سال میشود. نه تنها کیف رو گرفته نتونست، حتی اون منطقه‌ای که پیشتر با یک حمله بر قاسا غصب کرده بود، این روز آیسته آیسته از دست داده است و گپ است، یعنی تحلیل ها است که این آغاز کار است، آغاز عقب نشینی روسیه است و ممکن در آخر سال، در نیمه سال دیگر حداقل اون 4 ولایتی را که روسیه با خودش ضم کرده بود در نتیجه یک رفراندوم دروغین، اونها را اوکراین برگرداند. این علاقه یک پیروزی بسیار قوی ملت اوکراین در برابر ظلم، در برابر تجاوز است. همین خودش کافی است. حتی اگر پوتین عوض هم نشود، حتی اگر یگان منطقه روسیه هم از طرف اوکراین غصب نشود، همین خودش علاقه پیروزی است. البته این را باید بگم که تا حال هیچ کسی نشنیده است که رهبریت اوکراین دعوا داشته باشد که مثل که روسیه کرد یگان ولایت روسیه را غصب خواهد کرد و اون را به تریتوری اوکراین ضم میکند. اما اونا میگن که ما فقط هدف ما آزادی سرزمین اوکراین هست، اما خود همین علاقه باعث شکست پوتین و از قدرت رفتن او خواهد شد. خب طبیعی است که وقتی که پوتین از قدرت می رود، شانس تمام ملت های مایده اطراف سابق شوروی بیشتر خواهد شد تا اینکه از دیکتاتور آزاد شوند. پس این علاقه یک دلیل بسیار قوی هست که چرا ما تاجیکان امروز باید در پهلوی ملت اوکراین و علیه سیاست های پوتین باشیم. در صورتی که در طرف دیگر بودن یا حتی بی‌طرف بودن با ما هیچ فایده ندارد. اصلا برعکس این غلامی و این مظلومیت ما را ریشه‌دار میکند، قوی‌تر میکند، بیشتر میکند. بنابر همین وقتی که این همه در پهلوی ترازو مانده شد، فایده و ضرر، اکثریت قاطع بر این بودن که ما باید در این چاره‌بینی شرکت کنیم و امروز نشان بدیم که ما در اطراف یا در پهلوی نیروهای آزادیخواه روسیه هستیم، در پهلوی ملت اوکراین هستیم و این چنین هدف ما هم رسیدن به یک آزادی و استقلالیت در وطنمون است. خب دوستان گرامی، یک سوال دیگر هم است، میخواستم اینجا روشنی اندازم که ما تا کجا اپوزیسیون روسیه را قوی میدونیم، تا کجا با آنها باور داریم، تا کجا میشود بالای آنها تکیه کرد. حالا مسئله اوکراین که معلوم، یعنی ملت اوکراین اثبات کرد یک ملت جسور هست، ملتی است که در قولش می ایستد و مطمئنا اگر امروز ملت تاجیک دوستی برادری خود را به ملت اوکراین و این چنین به ملت روس اثبات کند، وقتی من ملت روس میگم، ملت روس از حکومت امروزه پوتین فرق دارد. همون چاره‌بینی که تشکیل کرده بودن ملت روس تشکیل کرده بودن، فرزندان با وفا و صادق ملت روس، و دیگر معنی را دارد که ما دوستی را با ملت روس قبول کردیم، با شخصان واقعی، با نمایندگان واقعی ملت روس. یادمان نرود که در اون کنفرانس یعنی دپوتات‌های گوسدوما، وکیلان دومای دولتی، سویت فدراسیا و وکیلان تمام قشرها و زینه‌های پارلمانت ها یا که مجلس های ولایتی، ناحیه‌ای و منیسیپالی روسیه شرکت داشتند و سابق کارمندان مقامات قدرتی مثل گودکوف، گنادی گودکوف و سابق مشاور خود پوتین اندری ایلاریانوف، یعنی خیلی شخصیت‌های بودن که اونها رو نمیشه شخصیت‌های تصادفی گفت و خب گفت که مثلا اینا یک آدمان تصادفی هستن که در اونجا جمع شدند و از دست اینا کاری نمیاد. نه، اینا واقعا نمایندگان حقیقی ملت روس هستند. بنابر همین این گونه نشست‌ها و شرکت در این نشست‌ها نشان داده همدلی، همکاری و دوستی برای آینده‌ها با ملت‌های مثل بلاروس، اوکراین، روسیه و ملت‌های دیگر آسیای مرکزی است که در اونجا شرکت داشتند. اما برگردیم به خود مسئله اپوزیسیون روسیه. دوستان گرامی، اپوزیسیون روسیه هم مثل همه اپوزیسیون‌های دنیا، مثل اپوزیسیون تاجیک یگانه نیست، متحد نیست و این طبیعی هم هست. یعنی ما همون طوری که در بین ما تاجیکان در بین اپوزیسیون یگانگی نیست و الحمدلله که وقتهای آخر دشمنی هم خیلی کم شده است، مثل 3-4 سال پیش نیست که هر کس
کوشش میکرد خودش رو مهمتر بتراشد و طرف دیگر رو ضعیف بینالد و بینامد و کوشش کند که دیگر رو ضعیفتر باشند. نه، امروز درک کردن همگان که با این گفت مردم، با این بادپرکی ها و با این بلند پروازی ها به جای نمیتون رفت. و متاسفانه در بین اپوزیسیون روسیه هم این هست، در بین اپوزیسیون بلاروس من این رو مشاهده کردم، در بین اپوزیسیون قزاقستان این رو میبینیم و دیده ایستادیم، حتی در بین چچنا که همگی 1.5 میلیون بیشتر نیستند، باز 4-5 گروه هست. گروه احمد زکایف، گروه مسخدوف فرزندی مسخدوف سابق پرزیدنت و گروه های دیگر که در اوکراین می جنگند، یکی یکدیگر رو اعتراف ندارد. اما از نگاه ما این طبیعی هم هست. و چرا باید همه متحد باشند؟ چرا همه زیر یک پرچم باشند؟ اگر زیر یک پرچم برای مبارزه باشد خیلی خوب، اما شرط نیست که همه یک رهبر رو اطاعت کنند، یک ایدئولوژی داشته باشند، یک طرز مبارزه داشته باشند. ما خیلی میخواهیم و میخواستیم که حداقل اپوزیسیون روسیه با اون گوناگون رنگی، با اون اهداف و ایدئولوژی های گوناگونی که دارن، لیبرال ها، کمونیست ها، چپی ها، راستی ها و مثلا ملتگراها، حتی بین آنها منارخیست ها هم هستند، هر کی باشن اینها حداقل در مرحله مبارزه با هم باشن، یک جایه باشن و متحدانه عمل کنن. این هم به فایده خودشون است، هم به فایده ما. اتفاقا در صحبت ها این چیزا، این درخواست ها و پیشنهادها کرده شد، هم به بلاروس ها هم به روس ها، اما تا کجا اونها این مشورت ها رو خواهند گرفت، اصلا نیاز به مشورت ما دارن یا نه، این مسئله دیگر است. خصوصا باز برای ملت های بزرگتر که این تفکر امپریالیستی، شاوینیستی و بزرگمنشی متاسفانه در همشون وجود دارد، در حکومتش هم، در اپوزیسیونش هم، در همه این ملت‌هایی که یک زمان مزه امپریا بودن را چشیدند، گگمونیا داشتند و خود را قوی ترین در دنیا می‌دانستند، مثل روسیه، ترکیه و امپریای فارس که خب قبلا بود. و شاید بعضی سوال بیاد که آیا ما تاجیک‌ها هم که جز از این ایران زمینی قدیمی بودیم، آیا در ما هم این تفکر امپریالیستی و شاوینیستی و قومگرایی، ملتگرایی هست یا نیست؟ در بعضی ها هست. اگر بخونه در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌ها، بعضی ها اگرچه یک دولت میده کوچک داریم و خیلی ضعیف هم هستیم، اون با یک پافوس طرز می‌نویسند، گپ می‌زنند که یا که جانشینی کوروش کبیر باشد یا اینکه جانشینی هخامنشی‌ها یا که سلطان محمود غزنوی یا داریوش یا سلطان عثمانی ها غیره. یعنی این بزرگمنشی ساخته در ما هم است. اما در ملت هایی که امپریاشون حالا چندان عمر طولانی ندارد از بین رفتنشون، مثل ترک ها که امپریای ترک عثمانی مثلا 100 سال پیش از بین رفت، یا روس ها یا دیگر امپریا ها، اینها هنوز هم اون در مشامشون یا در ذهنشون اون بو و رنگی امپریالیستی هنوز هم باقی مونده است، هنوز هم 3-4 نسل بیشتر نگذشته است. و از همه تعجب آورش در بین اپوزیسیون هم این گونه نظرها ما احساس میکنیم. بنابر همین ما در صحبت ها و همیشه حتی بین خودمان هم اپوزیسیون های تاجیک و ازبک و قزاق و ترکمن و اینها و حتی چچن ها، تاتارهایی که در اونجا بودن با هم مشورت میکردیم و گفتیم که درست است که الان اینها ضد دیکتاتور مبارزه میبرند و آشکار گفته ایستادن که ما ضد تفکرات امپریالیستی هستیم، شاوینیستی هستیم. در آینده اگر سر قدرت آمدیم به این میده ملت ها آزادی بیشتر خواهیم داد، حتی آزادی تا حدی که اگر کدام جمهوری از هیئت روسیه فدراتیو بخواهد بیرون شود، مثل چچنستان، مثل داغستان، تاتارستان، یاکوتیا، اینها میتوانند آزادانه بیرون شوند. اما ما باید بدونیم که اینا الان حرف هستند، اینا هنوز وعده هستند، چون خودشون ضعیف هستند میتوانند برای که در پهلویشون ما را داشته باشند خیلی حرفای زیبا هم بزنند. این وظیفه ما هست. یعنی من وقتی با اون دوستان صحبت میکردم میگفتم که وظیفه ما و شما هست که باید احتیاط کنیم، باید از حالا مطمئن باشیم و اون ریشه های استقلالیت خودمون رو از حالا باید قوی کنیم. برای آنکه ریشه های استقلالیت را قوی تر کنیم و اجازه ندیم که اینا هم که بعد سر قدرت آمدن این جنایت ها و اشتباه های حکومت های قبلی روسیه را تکرار کنند،
ما نباید که منتظر شویم و پیرو دیگرها باشیم، دیگرها سیاست معین کنند ما بیایم همراه شویم. نه، ما باید خودمان بازیگر و سوبیکت فعال سیاسی باشیم. همچون تاجیک ما باید که سوبیکت فعال سیاسی و بازیگر اساسی سیاست باشیم و خودمان امروز برویم شرکت کنیم، برآمد کنیم، مسئله را مطرح کنیم و نه تنها بگیم که ما هستیم، بگیم که در آینده هم ما هستیم و اجازت نخواهیم داد که بعد یک کس امروز از ما استفاده کند، از ما تاجیک ها، چچن ها، داغستانی ها، آذربایجانی ها و از همه تاتارها، مسلمان ها استفاده کند، بعد که سر قدرت آمد باز هر چی که دلش بخواهد با ما را کند. نه، از حالا باید ما آماده باشیم، آگاه باشیم و خودمان فعالانه تقدیر آینده را به دست بگیریم. بنابر همین این وقتی که ما با این اپوزیسیون روسیه وارد گفتگو و همکاری شدیم، این مسئله در بین مانده شد و در آینده مانده می شود. اما مشکلی در این است که اپوزیسیون روسیه هم یگانه نیست. همونطوری که پیشتر گفتم ما گروه خودرکوفسکی را داریم که میشناسید، گروه کاسپاروف است که هر سال در ویلنیوس انجمن میگذراند و حالا این گروه نو هست که در اینجا یک رهبری مشخص نیست، اما ایلیا پاناماریوف، مارک فیگین، گنادی گودکوف، اندری ایلاریونوف، اینا کسانی هستند که در سابق هم دپوتات یا گوسدوما بودن، مشاوری پوتین بودن یا منصب‌های کلان داشتن، مثلا گودکوف افسری بلندپایه یا پالکون یا گنرالی فیسبی هست. اینا کسانی هستند که هم روسیه را از داخل خوب میدونن، هم با قشرهای گوناگون روسیه ارتباط دارن و هم کاری هم از دستشون می آید. من با وجود همه احترام به دیگر اپوزیسیون روسیه مثل خودرکوفسکی که خیلی احترام دارم، یک شخصیتی هم دانشمند هست، هم خود را توانست، یعنی آدمی اگر اون میلیاردها را کار کرد طریق شرکت یوکوس، آدمی پس نادانی نیست که مادامی که توانست و امروز هم یکی از میلیاردرهای روس در خارج هست. مثلا گاری کاسپاروف چمپیون جهان، چمپیون چندین کاراتای جهان آید به شاهمات است و اینا انسان‌های خوب و خیلی هم بسیار هم پاک هستند. اما در سیاست فقط با صحبت زیبا، با آنلاین مثل که ماها کرده ایستادیم، با اینها کار نمیشود انجام داد، بخصوص در منطقه سابق شوروی، بخصوص در مبارزه با نفر مثل پوتین و رحمان اینها. بنابراین همین نیاز هست، ضرورت هست و لازم هم است که یک گروهایی که بیشتر عملگرا هستند، پرگماتیک هستند، در میدان کار را انجام داده میتوانند. هم در روسیه هم در تاجیکستان ما به این گروه ها نیاز داریم بیشتر. همین است که ما مثلا من خودم میلم بیشتر به گروهایی هست که هم سیاست رو خوب میفهمن، هم ادکواتنی هستن، یعنی عاقل هستن و هم در میدان کاری از دستشون میاد، کاری انجام داده میتونن. فقط کتاب نوشتن و حرف زیبا گفتن و برنامه یوتیوبی کردن و در اروپا این طرف اون طرف سفر کردن و ملاقات کردن که کاری را حل نمیکنند. باید در میدان عمل مبارزه برد، ریسک کرد، جان خود را از دست داد و باید درک کرد که مبارزه با دیکتاتور، بخصوص دیکتاتور مثل در روسیه و در تاجیکستان، در منطقه آسیا مرکزی، کاری شوخی و بازی نیست. این گروهی که ما دعوتی آنها را پذیرفتیم رفتیم، من نمیگم از همه بهترین و قوی ترین گروه اپوزیسیونی روسیه است، اما از نگاه عملی از همه عملگراتر هست، از همه فعالتر هست و آماده آن هستند که خود را اصلاح کنند، در آینده باز نفرای بهتر و قویتری را دعوت کنند. و ما هم دوستان گرامی، ما هم که این نیست که سال اول در سیاست باشیم، هر وقتی که دیدیم احساس کردیم که حضور ما در پهلوی اپوزیسیون روسیه بودن یا در پهلوی همین گروه بودن به نفع ملت نیست، به نفع ملت ما، به نفع کشور ما، به نفع مبارزه ما نیست، ما رو هیچ کس در اونجا نبسته است. ما هر لحظه میتونیم جدا شویم، برویم یا مستقلانه عمل کنیم یا باز با گروه های دیگر همکاری کنیم. برای مثال من دیروز وقتی که با برادران چچن در اونجا صحبت میکردم، از یک گروهی که نزدیک به گروه مسخدوف ها است یا طرفداران مسخد و فرزندی ها هست همکاری و صحبت داشتیم و ما توصیه شد، دعوت شد که در چهاربینی های آنها اشتراک کنیم. من گفتم خیلی خوب، ما حتما شرکت میکنیم، رد نخواهیم کرد. اما یادتان نرود که ما با گروه های دیگری اپوزیسیون چچنی هم همکاری داریم، حتی با خود حکومت چچنی هم. من با میدونید که من با دعوت رمضان قدیروف گرازنی رفته بودم، در اون چهاربینی 1 میلیونه که به خاطر
پیامبر اکرم صلوات الله علیه برگزار کرده بود. رفتم شرکت کردم، سخنرانی کردم و موقع خود را گفتم. یعنی برای یک کار خیر رفتم شرکت کردم، اگرچه با رفتارها و گفتارهای قادیروف من خیلی ضد هستم، اما اونجا دعوت درباره قادیروف نبود، دعوت برای پیامبر اکرم بود که پیامبر همه ما مسلمان‌ها هست و به خاطر احترام و پشتیبانی از پیامبرمون ما اونجا رفتیم. و این رو به دوستان چچن هم گفتم که ما در اینجا آزاد هستیم که خودمون انتخاب کنیم با کی ارتباط بگیریم، با کی همکاری کنیم، کی قطع کنیم و کی اصلا باز راه خودمون رو ادامه بدیم. همین کار رو با روسا هم خواهیم کرد، همین کار رو با دیگر گروه ها و نیروها خواهیم کرد. یعنی مهم این است که طرف خودش مستقل باشد، خودش سوبیکت باشد، نه اینکه ابیکت مبارزه های سیاسی. و ما این را در صحبت ها با اپوزیسیون روسیه هم گفتیم و در آینده هم خواهیم گفت. بنابر همین حتما مطمئن باشید که در چهاربینی اپوزیسیون روسیه از دیگر گروه ها ما شرکت خواهیم کرد و بنابر همین این مسئله برای ما خیلی واضح و روشن است. اما سوال اساسی این است که تا کجا یعنی ما باور داریم که این به نفع ملت تاجیک است، به نفع مبارزه هست. من پیشتر هم گفتم که شرکت نکردن، فعال نبودن، منتظر بودن، در یک گوشه نشستن و منتظر کدام روز بودن، منتظر آمدن حضرت مهدی بودن، این در مبارزه سیاسی امروزه نه به نفع ملت است، نه به نفع کشور است، نه به نفع کسی. اما سوال اساسی هم همین است که تا کجا به نفع ملت است که ما در پهلوی اوکراین باشیم یا با اپوزیسیون روسیه همکار باشیم، با اونها کمک کنیم. اینجا دیگر ما باید به طور واضح روشن بگیم که آینده ملت های ما، آینده تاجیکستان ما، برادران عزیز، تا آن روزی که پوتین در قدرت هست، تا آن روزی که این دیکتاتورها با هم هستن یکدیگر رو پشتیبانی میکنن، در تاجیکستان ما هیچ تغییراتی با وجود نخواهد آمد. مطمئن باشید. یعنی رحمانوف دیده در استانه پوتین را چی گفت؟ اگر رحمانوف 100 مراتب علیه پوتین صحبت کند، پوتین رحمانوف را عوض نخواهد کرد. با یک دلیل، برای آنکه پوتین رحمانوف را خوب میشناسد و خوب میداند که اگر رحمانوف شکایت کند، گله هم کند، مثل یک دادر خوردی گله میکند. کدام از طرفداران حکومت هم نوشته بود که شما این صحبت نگوید که رحمان یعنی با لفظ خودش پیشوای ملت علیه پوتین است. این یک گله برادران است. من در این مسئله با او 100% راضی هستم. این نه تنها یک گله برادران است، این یک شکایت و گله رئیس کلخوز از ولایت ابکومی ختلان است. من در یک صحبت دیگر هم گفته بودم که مثلا شکایت میکند از رشک، از اینکه ناراحت میشود که چرا میگه شما در مینسک سفر میکنید و چهاربینی میگذرانید، وزیرا شرکت میکنند در تاشکند، در آستانه، اما چرا در دوشنبه جانشینی وزیر میفرستید؟ چرا کتاب نمیتید؟ چرا نمیدونم این و اون؟ و پوتین میدوند که رحمانوف فقط پتلاکش یعنی سقف انتظاری و خواهشش از پوتین همین است دیگر، از این بیشتر یگان طلبی ندارد. و این برای پوتین دو کردو است. خیلی خوب میگه سفر بعدی وزیر میفرستم، خیلی خوب 2 سمالیات کتاب میفرستم، یک چهاربینی سطح بالا در دوشنبه هم برگزار میکنیم، باز دیگه چی میخوای؟ تمام، خیلی خوب، من این را انجام میدم. تو پیروی من تاجیکستان استقلالیت ندارد، بعضی نزاعی من در اون جا هست و ما دوام دادن میگیریم کارو. پس تا روزی که پوتین هست، این سیاست ها هست، مطمئن باشه که در تاجیکستان چیزی عوض نخواهد شد. حداقل به خاطر آنکه در تاجیکستان عزیزمون، در تاجیکستان خودمون چیزی عوض شود، ما باید در طرف نیروهای باشیم که تغییرات رو میخوان، تغییرات در روسیه رو میخوان. مطمئن باشید اگر یک نفر دیگر در روسیه به سر قدرت بیاید، فرق ندارد، حتی از طرفداران خود پوتین هم باشد، وضعیت به تمام تغییر خواهد کرد. چرا؟ برای آنکه اون تحریم‌ها، اون سانکسیونی که الان غرب علیه روسیه جاری کرده است، مطمئن باشید بعد 6 ماه، بعد 1 سال کار خود را الکی خواهند کرد. امروز کار خود را کرده ایستادند. امروز روسیه اون روسیه پیشینه نیست دیگر، ولی حالا از حساب فروش نفت و گاز باز هم یک مقدار پول وارد شده ایستاده است. روزانه تا 1 میلیارد دلار روسیه امروز نفت و گاز فروخته ایستاده است که یکی از خریداراش باز خود اروپا هم هست. هنوز هم نفت و یک مقدار گاز روسیه رو خریده ایستاده است. اما بعد از سال 2023 دیگر خرید نفت و گاز از روسیه قطع خواهد شد و این همه
محدودیت ها تاثیر خود را خواهد رسوند و اگر خیلی هم دیر بکشد بعد 3 4 سال 5 سال دیگر حتما وضعیت، من منظورم تغییرات سیاسی، وضعیت در روسیه دیگر خواهد شد، تغییرات ها خواهد آمد و هر کسی هم که سر قدرت بیاد، باز میگم حتی اگر طرفدار پوتین هم باشد، او تلاش میکند که روسیه رو از این فشارهای سانکسیونی آزاد کند. یعنی چیکار میکند؟ مجبور میشود که با اوکراین گفتگو کند، مجبور میشود که تریتوری برگرداند، مجبور میشود که بر روسیه آزادی بدهد به مردم روسیه، مجبور میشود که قسمی از اپوزیسیون روسیه رو برگرداند به داخل کشور. وقتی که اپوزیسیون روسیه برگشت، کیا برمیگردند؟ دوستان امروزه ما و شما، یعنی کسانی که ما امروز با آنها در رابطه دوستی هستیم. خب دیگر با پوتین که نمیشود. پوتین ما را دشمن اعلام کرد. ملت تاجیک رو تقریبا همه را همچون مهاجر و برده و غلام و رهرو میداند و دیدید که حتی تا حزب نهضت هم تمام کسان، عزت امان را، کرامت شریفوف را، خب 10 نفرهای دیگر را از روسیه اخراج کردن یا زندانی کردن یا کشتن. خب پس چی؟ یعنی با پوتین، با رحمان ملت ما آینده ندارد. پس حداقل یک نفر هم بیاید از اطرافیان پوتین، این به مراتب به فایده ملت ما، به فایده کشور ما خواهد شد. پس خود همین مسئله، یعنی همین فایده که الان من گفتم، خودش بسیار یک دلیل قوی هست که برای چی ما امروز باید در پهلوی اوکراین و در پهلوی اپوزیسیون روسیه باشیم، به خاطر ملتمان، به خاطر آینده کشورمان، به خاطر آنکه بین روسیه و تاجیکستان در آینده دوستی و همکاری و رابطه های برابر باشد، نه مثل که امروز بین پوتین و رحمان است. شاید یک کسی بگوید که خب شما چی خیلی کفالت میدید که در آینده بین روسیه و تاجیکستان رابطه های برابر می شود؟ مگر این روسیه بزرگ با این تاجیکستانی خرد میتواند برابر مناسبت کند؟ دوستان گرامی، این وابسته از ما و شما هست. اوکراین خرد، اوکراین معده، پوتین هم با همین باور داشت که اوکراین مقاومت کرده نمیتواند. امروز آبروی اوکراین در جهان از روسیه بزرگ بیشتر است. روسیه سلاح هسته‌ای یادرایی دارد، اتمی دارد، اوکراین ندارد، همه را سپرده بود. ولی امروز قدرت، توانمندی، آبروی اوکراین 10 مراتب از روسیه بزرگ بیشتر است. توانمندی آبروی گرجستان، گروزیا از روسیه در جهان بیشتر است. توانمندی و آبروی تاجیکستان انشالله در آینده به مراتب از روسیه پوتینی بیشتر و قوی‌تر خواهد شد. این از ما و شما وابسته است. نباید همت ملت رو کم بگیریم، نباید بگیم که خب ما کجا هستیم و پوتین کجا است و روسیه کجا است. ما سنگ تاجیکستان آینده رو، تاجیکستان سربلند، پرقدرت و با آبرو رو امروز ته سنگش رو میگذاریم. امروز وقتی که با اپوزیسیون روسیه برابر گپ میزنیم، با صدای بلند، با افتخار، با قدرت گپ میزنیم، در چهاربینشون وقتی که برآمد میکنیم، نه همچون یک نفر دوم سوم، بلکه با قدرت، با فخر که ما مسلمان هستیم، ما تاجیک هستیم، ما امروز شما را پشتیبانی کرده ایستادیم به خاطر آن است که فردا با ما برابر صحبت کنید. و این شرط رو ترکمن ها گذاشته ایستادن، چچن ها گذاشته ایستادن. در مجموع برادران عزیز، مطمئن باشید که وضعیت در آینده از این بدتر نمی شود. حالا من میگم بهتر می شود. اگر شما بسیار مشکوک باشید، حداقل از این بدتر نمی شود دیگر، چون از این بدتر شدنش دیگر امکان نداره. خب ما امروز چی داریم که از آن میفخریم، میگیم همون رو از دست میدیم؟ ضعیفترین اقتصاد در جهان، ضعیفترین ارتش و اقتصاد در منطقه، از همه طولانی ترین پرزیدنت در جهان که دیگر مسخره کرده ایستادن، مثل موگامبه در زیمبابوه را هم هیچ کس با اون دولت افریقایی رو، یگان کس با ارتش و با اقتصاد و با یگان پیشرفتی علمی و تکنیکیش و فرهنگیش نمیشناسند. زیمبابوه رو با چی میشناسند که مسخره تمام دنیا شده است؟ با همون که هم موگابه بیشتر از 30 سال در سر قدرت بود. هم موگابه و هم زیمبابوه تبدیل شده بودن به یک مسخره تمام دنیا. خب جای در اونجا موگابه از دنیا رفت، زیمبابوه یک پرزیدنت نو دارد، دیگر جای اون رو تاجیکستان گرفته است، برای اینکه یکی از دراز عمرترین پرزیدنت های دنیا است. با هر کسی صحبت کنی که ما از کجا، از تاجیکستان، همونی که پرزیدنتش 30 سال است، بله میگم بله. خب شما چی ملتید؟ مگر شما افریقایید؟ شما کی هستید؟
خب میگیم خب چیکار کنیم؟ ملت ما نه تنها ملت ما همین رو مجبور است که دیگر یک قسمش قبول کنند، باز در ملت ما هستند کسانی که همین رو ستایش میکنند، داستان مینویسند، فخر تاجیکان میدانند. خب چیکار کنیم؟ متاسفانه هر یک ملت و هر انسان رو میشه دست زامبی کرد، غلام کرد، میشه دست متهم کرد. خب دیگر این تجربه جهانی است. خب به هر صورت دوستان عزیز، اینجا ما دیگر در موضوعی که انتخاب کرده بودیم به آخرش رسیدیم و نقطه نظر خود رو گفتم که برای چی ما به این نتیجه رسیدیم که باید در پهلوی اوکراین، در پهلوی اپوزیسیون روسیه باشیم و امیدواریم که ملت هم این رو درک خواهد کرد، همراهی خواهد کرد و ما را در این مبارزه تازه آغاز شده، طولانی و خیلی هم دشوار همراهی خواهد کرد ان شاء الله. حالا ما چند از این سوال ها که وارد شده باشد وعده کرده بودیم که جواب میگیم. یکی از برادران سوال داده است. سلام علیکم اکای محیدین، سوال من همین است که چرا زمین‌های در تاجیکستان فروخته شده تا حال فروخته شده ایستادند لیکن یگان فایده به دولت یعنی به بودجه دولت وارد نمی شود. من زمین‌های نزد حولگی را در نظر دارم، اگر حداقل 80% این پول‌ها در بودجه دولت می‌درآمد چندین زوادها ساختن ممکن بود. خب دوستان گرامی، اگرچه سوال با این موضوع ما ربط ندارد، من فکر کردم که سوال در رابطه با موضوع هست، اما به هر صورت چون سوال مهم است جواب خواهم گفت. ببینید دوستان، من شخصا طرفدار آن هستم که در حکومت آینده وقتی که مردم تقدیر خود را به دست میگیرد یک اصلاحات بسیار هم ریشه‌ای در مسئله زمین راه اندازی شود در تاجیکستان. اگر در تاجیکستان در آینده اگر جنگ هم شود، دوستان گرامی، اگر جنگ هم شود، خدای نکرده جنگ نشود، اگر جنگ هم شود به خاطر زمین میشود. برای اینکه ما 93% تریتوریمون کوه و کوهستان است، همگی 6-7% زمینی کارم داریم که خیلی کم است برای یک ملتی که 10 میلیون شدیم و امروز فردا شاید که 12-13 میلیون میشویم. داشتن اینقدر زمینی کارم، زمینی کم خیلی مشکل ساز است، زیرا تاجیکستان دولت اگرو صناعتی هست از روی کاغذ، ولی از صناعت هیچ چیزی نیست. ما یک دولت اگراری هم حتی نیستیم، دولت کشاورزی به معنای واقعی کلمه هم نیستیم. گلندیا رو میشه دولت اگراری گفت که از حساب کشاورزی درآمد میگیرد، درآمد میلیاردی. اما تاجیکستان یک کشوری هست که زمین مردم را کم و بیش خورانده ایستاده است. اما چرا در آینده میتواند جنگ شود؟ برای اینکه زمین تا امروز از طرف حکومت رحمانوف بسیار ناعادلانه تقسیم شد، بسیار ناعادلانه فروخته شد. صاحب زمین امروز یک عده پولدارها، بانکیرها، بیزنسمن های کلانی که نزدیک به خانواده هستند و منصبداران شدند. مردم عادی همون چند سوتیق زمینی که با نام پرزیدنتی میگفتن که در اصل این زمین پرزیدنت نیست، پرزیدنت یگان زمین نساخته است، یگان زمین رو با وجود نآورده است، از جای اختراع نکرده است که زمین پرزیدنتی باشد. پرزیدنت باید قرار، باید که قانون پارلمانی باشد، همون زمین خود ملت رو به ملت گفتن تقسیم کنه که در تمام دنیا هست. در تمام دنیا این گونه زمین ها را زمین های خود مردم مینامند. در تاجیکستان چون همه چیز رو میخواهند به نام پرزیدنت ثبت شود، یک میبخشید مگزین هم باز شود لنترش رو پرزیدنت میبرد، یک نمیدونم به مردم پنسه میتین، استیپندیا میتین، استیپندیا پرزیدنتی یا پرزیدنت از کیسه‌اش میداده باشد. اینا هم به خاطر پهن کردن و رواج دادن همون شخص پرستی است، کولت لیشنستی. ولی به هر صورت نام این زمین پرزیدنتی است که حق حلال خود مردم است. اما زمینی کشتکار، زمینی تجارتی، زمینی کشاورزی که ناعادلانه تقسیم شده است. بنابر همین من طرفدار آن هستم که باید اصلاحات بسیار هم عادلانه زمین در آینده گذرانده شود، ملت واقعا صاحب زمین شود و بعد اون وقت ما باید تصمیم بگیریم که زمین همچون مال خرید و فروش می شود، پولش به بودجه دولت برود یا نه. اما امروز زمین فروخته می شود، پولش به کیسه کی می رود؟ به کیسه منصبدار، رئیس جماعت، رئیس ناحیه، رئیس ولایت، وزیر و پرزیدنت. یعنی این پول تقسیم می شود از هر سوتیق زمینی که به یک مردم، به یک مهاجر بیچاره در روسیه میانش کج می شود، پول کار میکند، میآید زمین میخرد. این پول به بودجه دولت نه، به کیسه
منصبداران میرود. برای چی؟ برای آنکه در تاجیکستان طبق کنستیتوسیا زمین مال دولت هست، نباید خرید و فروش شود و این جنایت است فروختن زمین. اما کی در تاجیکستان زمین رو به پول گرفته است؟ و من یک نفر رو بیارید، یک نفر بیاید اثبات کند که من زمین رو مثلا 1 هکتار زمین کشاورزی رو به پول گرفتم و کسی پول ندادم. در تاجیکستان 1 سوتیق زمین هم فروخته می شود، چه رسد 1 هکتار، حتی 1 متر زمین فروخته می شود و این پول با بودجه دولت نه به کیسه منصبداران میرد. بنابراین برادر عزیز، من طرفدار اشدی اصلاحات زمین در آینده خواهم بود. خب یک سوال اینجا آمده است، آیا سروزیر گرمانیا به تاجیکستان بیاید به شما مشکلی نمیاد؟ ممکن است رحمان از اون خواهش شما را به تاجیکستان سپاریدن کنند؟ دوستی عزیز، اون دعوتی که رحمان در حاشیه کنفرانس اقلیم یا محیط زیست در مصر کرد از کانسلر گرمانیا، نه این معنی رو ندارد که کانسلر گرمانیا فردا پرواز کند به دوشنبه و سال آینده. رحمان چندین بار شد وقتی سفرهایش به فرانسیا، به گرمانیا، به امریکا، به هر کجایی که برود پرزیدنت های این کشورها رو دعوت میکنند. آیا یگان پرزیدنت یا اون کشور تاجیکستان رفت غیر از همون لوکاشنکو و پوتین؟ و حالا اگر یگان پرزیدنت برود طبق برنامه سفرش به منطقه آسیای مرکزی میرود و قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و همین قدر میرود، از این بیشتر نمیرود. حتی من دیروز شنیدم که معاون وزیر کار خارجه آمریکا به آسیای مرکزی سفر دارد، جناب لو یا لی، و تاجیکستان نمیرفته است. باز قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان میرود و البته در ترکمنستان بود دیروز و تاجیکستان نمیرفته است. حالا برای چی خودش میداند؟ یعنی چندان مهم نمیداند که به تاجیکستان هم برود. همین است متاسفانه جایگاه تاجیکستان در زمان امام رحمان. مطمئن باشد که نمیرود، اگر برود هم به این نزدیکیان نمیرود، اگر رفت هم به من هیچ تهدید نمیکند، نه به من نه به دیگر تاجیکانی که در اینجا هستند. و حالا رحمان میرود میآید، فرانسه آمد رفت، مگر کسی را از فرانسه پیش کردن یا بروسل یا جای دیگر؟ نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارد. این یک رفت آمده های سیاسی است و نباید به اینها از حد زیاد بیشتر بها داد. اینجا یک سوال شده است که آیا اپوزیسیون روس به شما کمک کرده میتوانند مالی؟ دوستی عزیز، اپوزیسیون روس خودش نیاز به کمک دارد و ما هم هیچ ضرورت نداریم که از اپوزیسیون روس کمک بگیریم. ما الان این معنی ندارد که ما نیاز نداریم، ما نیاز به ملت تاجیک داریم. ما نیاز به گفت رحمانوف میگفت که خواجه خارجی دارن اپوزیسیون تاجیک، ما نیاز به یک خواجه داریم و که میخوایم خواجه ما ملت تاجیک باشد و این خواجه را قبول داریم. دیگر یگان خواجه را نه خارجی و نه داخلیش را قبول نداریم. اگر ملت تاجیک خواجه ما باشد ما قبول داریم و باید همین گونه هم باشد و اگر ملت کمک کرد ما قبول میکنیم. اما هر کسی دیگر کمک کند ما قبول نخواهیم کرد و نیاز به کمک اونا هم نداریم و اونا هم دیگر حالا در شرایطی نیستن که ما را کمک کنند. البته این را باید بگم که اپوزیسیون روس در مقایسه با ما خیلی پول دارد. خودرکوفسکی میلیاردر است، کاسپاروف هم چیچورکین هست، یک میلیاردر دیگر، من این تینکوف میلیاردر دیگر بیرون رفت و از شهروندی روسیه دست کشید، اینم صاحب بانک است و اینا خیلی پول دارن. اما بگذار اول خودشان پیروز شوند. اگر اپوزیسیون روس پیروز شود گویا با ما کمک هم پولی کرده است، هم سیاسی و هم نظامی. خب یک نفر دیگر سوال داده است، برادر محیدین، یگان فرانس ساخته می شود از طرف مخالفین تاجیک به یاردم مردم اوکراین. دوستی عزیزم میکائیل، برای کمک به ملت اوکراین شرط نیست که اپوزیسیون یگان فرانت باز کند، فرانت بسازد. کسی که میخواهد با اوکراین کمک کند، بخصوص کسانی که شهروند اوکراین هستند یا در اوکراین زندگی کردند، اوکراین میزبانی آنها بود، آنها نه تنها میتوانند بلکه وظیفه‌دار هستند که در این روزهای دشوار از اوکراین حمایت کنند و ما هیچ گونه برنامه برای ساختن یگان فرانت، یگان گروه نظامی در اوکراین نداریم، نخواهیم داشت و این ضرورت را هم اپوزیسیون تاجیک ندارد. اما اگر کسی این آمادگی را داشته باشد و میخواهد برود در اونجا مبارزه برد، این کار شخصی خودش است، ما مخالفت نخواهیم کرد بلکه در حقشان دعا میکنیم، زیرا این را مبارزه برای عدالت، برای حقیقت و مبارزه برای ملت تاجیک هم میدونیم. چون اگر اوکراین پیروز شود
و دعاگو هستیم که پیروز شود. این یک قدم برای پیروزی ملت تاجیک هم هست. خب نفر با نام اشمت تاشمت سوال داده است برای چی ایران اجازه نمی‌ماند که تاجیکستان از بیسپلاتنیک ایرانی استفاده کند؟ دوستی عزیزم، من نمیدونم که برای چی بین ایران و تاجیکستان چی سازشنامه هست. فقط همین قدر رو شنیده بودیم، در خبرها هم شما هم دیدید که سازشنامه امضا شده است و اون لنته‌ای کارخانه یا زواد ساختن پهپادها، یعنی هم بیسپلاتنیک‌ها در تاجیکستان 1 سال پیش تقریبا بریده شد یا کمتر از آن. حالا استحصال میکند یا نمیدونم. و این چنین سازشنامه درباره دادن پهپاد بیسپلاتنیک به تاجیکستان امضا شد. آیا فرستادن یا نه ما معلومات نداریم. اگر که داده باشد پس برای چی میتین؟ یعنی اون بیسپلاتنیک برای استفاده کردن است، اون برای تماشا در موزه نیست که. اگر داده باشن طرف تاجیکستان باید استفاده کند. اگر استفاده کردن نمیتواند این مسئله دیگر است. ولی چرا یک کشور میدهد و باز اجازه استفادهش را نخواهد داد؟ یا اگر شما منظورتون این باشد که بیسپلاتنیک هایی که در تاجیکستان گویا استحصال می شود و برای جنگ ضد اوکراین فرستاده می شود، اگر منظورتون این باشد پس من معلومات ندارم درباره آنکه ایران و روسیه، اوکراینی‌ها میگویند که میدهد ایران داده است پهپاد به روسیه، ولی هم روسیه و هم ایران این را انکار کرده ایستادند. ما یگان معلوماتی هم نداریم که این پهپادها در تاجیکستان استحصال شدن، اگرچه طرف اوکراین این دعوا را دارد و دمیتری گردان روزنامه‌نگار شناخته اوکراین هم در این باره برنامه کرد گفت، ولی چون ما دلیل نداریم در این باره نمیتونیم صحبت کنیم. خب آیا پهپادهای ایرانی توسط تاجیکستان به روسیه می رود؟ یگان خبر دارید؟ من الکی گفتم دوستی عزیز که یگان خبر جز همین که در رسانه هست ما هم نداریم و این چنین دیگر خبر جز همین که اون زواد ساختن پهپادها در تاجیکستان حداقل لنتش را بریدن، این را هم خبر داشتیم. از این بیشتر دیگر ما یگان معلومات نداریم. همین راست یک سوال داده است کسی، همین راست است که کوههای اصفرا رو فروختن؟ نه دوستی عزیز، کوههای اصفرا رو کسی نفروخته است. حداقل ما این معلومات رو نداریم و امام علی رحمان همون مقدار زمینی را که قبلا بیشتر از 1.5% زمین تاجیکستان رو فروخت براش همون کفایه است. حالا زمین کوه اصفرا رو برای کی میفروشد؟ با کی؟ با قرقیزا؟ قرقیزا خطای نیستن، پول زیاد هم ندارند و پول هم نمیتن. قرقیز اگر بتواند گرفته با واسطه جنگ میگیرد که انشالله نمیتواند گرفته، ولی نه قرقیز پول دارد که بخرد. اگر خطای میبود ولی رحمان میفروخت، یا اگر روسیه میبود رحمان نه تنها نمیفروخت از ترس میداد. اما برای قرقیزستان فروختن یعنی ویگن نیست، برای پول زیاد نمیتن. دوم اینکه ملت تاجیک و مردم اصفرا اجازه نخواهند داد که یک وجب زمین را کسی به یک کشور دیگر یا بفروشد یا گذشت کند یا از ترس بدهد. نه، دیگر ملت اون ملت نیست. یک زمانی بود که بیشتر از 1% تریتوری تاجیکستان را که همون تریتوریا چند برابر زمین اصفرا هست، همون تریتوریا که دادن به خطای رحمان فروخت چند برابر زمین اصفرا هست. اما چرا اون وقت راحت فروخت، آزاد فروخت؟ برای که هیچ کس دعوا نکرد. تنها ما در پارلمان گپ زدیم که یگان نفر همراهی نکرد، یگان نفر بحث نکرد. حتی بعضی گفتن که خب این زمین بدخشان است، با ما چه ربط دارد؟ من دوشنبگی هستم، کلابی هستم، سوقی هستم. خب رحمان از کسی هم نپرسید و راحت فروخت. اما امروز نمیتواند فروخت دیگه. چرا؟ برای که مردم اصفرا، مردم واروخ، مردم چارکوه با رحمانوف این اجازه رو نخواهند داد. شما رحمانوف دید که مردم اصفرا چقدر یراق میگیرد، از خانه‌اش دفاع میکند، از زمینش حمایت کرده ایستاده است. مگر جرأت میکند فروشد این رو؟ انشالله که هیچ وقت این رو نخواهد کرد و نمیفروشد. خب یک نفر دیگر سوال داده است، مخالفون روز همیشه همه پولدار است، آیا ما به پول هستیم چخیل به موفقیت رسیم؟ دوستی عزیز، موفقیت فقط با پول وابستگی ندارد. ولی همین اپوزیسیون روس میلیاردرها چند تا دارند؟ 10 تا میلیاردر کمش دارد. 10 سال شد هستن در خارج، از دستشون اون کار ناآمد.
وقتی که اوکراین پیروز شد در جنگ، اپوزیسیون روسیه هم قدرت گرفت. یعنی اون حرکتی که امروز اپوزیسیون روسیه کرده است نه به خاطر پولدار بودنش است. همون میلیارداشون خوب است ولی کار از دستشون نمیاد. خرداکوفسکی نه تنها میلیاردر است، باز 50 میلیارد دلار دیگر از پوتین همچون جریمه دادگاه بین المللی به فایده او حل کرد. این پوتین باید به خرداکوفسکی 50 میلیارد بدهد. میدونید 50 میلیارد چقدر است؟ 50 میلیارد اگر بودجه تاجیکستان 2 میلیارد باشد، 25 برابر بودجه تاجیکستان پوتین به خرداکوفسکی باید پول دهد. یعنی شما میدونید که اپوزیسیون روسیه چقدر پولدار هست. اما از دستشون اون کار نمی‌آمد و اگر اوکراین نمی بود از دستشون اون کارم نمی آمد. اپوزیسیون تاجیک با وجود بیپولی که ما حتی برای یک تلویزیون برای یک استودیو پول نداریم، تأثیرش در بعضی حالت‌ها به اعتراف بعضی کارشناسان از اپوزیسیون روسیه در سیاست روسیه تأثیر ما بیشتر است. برای چی؟ نه برای آنکه پول داریم یا نداریم، برای آنکه ما فعالیت میکنیم، حرف میزنیم، با مردم نزدیکیم، صحبت میکنیم. مردم هم پروا ندارد که ما پول داریم یا کم بغلیم یا باییم. منم پولدار بودم یک زمانی، حالا کم بغلم. بعد چی فرق کرد؟ مگر در زمان پولداری هم آبرویم بیشتر بود یا حالا آبرویم کمتر شد؟ نه دوستی عزیز، ما اگر مبارزه میبریم، اگر مبارزه بردنی هستیم، باید که پول داریم یا نداریم به این تکیه نکنیم، بلکه ما باید فعالیت را قوی تر کنیم، جسارت را بیشتر کنیم، در میدان عمل بیشتر حضور داشته باشیم. انشاءالله ملت خودش همت دارد، ملت خودش کمک خواهد کرد. خداوند از یک سرچشمه، از یک جای کمک میکند که ما و شما آن را در نظر نداریم، حساب نکردیم. آیه کریمه هست که اگر شما در راه پروردگار راست باشید، خداوند از یک جای شما را کمک میکند که خودتون انتظارش رو نداشته. نمید اول کدام سوره بود یادم رفت، مضمون آیت رو به شما گفته ایستادم. بنابراین برادر عزیز مطمئن باشید و میان را محکمتر ببندید. وقتی مبارزه آمد، وقتی جسارت رو نشان دادن آمد، وقتی میدانداری و در میدان عمل کردن آمد، انشاءالله من باوری دارم که اون روز دیر نخواهد بود که ملت تاجیک با پول یا با پول بالای ظلم پیروز خواهد شد. خداوند یکایک شما را در پناهش نگهبان باشد تا صحبت‌های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.